آلی برای ریختن بنزین در وسایل نقلیه. مواد لازم: 1 عدد بطری و 1 عدد چاقو. خب حالا شروع کنیم برای ساخت این ترفنده آلی. یه تیکه ازش رو برش میدیم. در گالون موتور رو باز میکنیم. حالا با این ترفند آلی دیگه لباسامون کثیف نمیشه و پخش و پلا نمیشه. به این راحتی دیگه بنزین پخش و پلا نمیشه و به لباسامون دیگه روی لباسامون نمیریزه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال ما هم داشته باشید چون یه ویدیوهای ترفندی داریم. فردا من و برادرم میخوایم یه تنور بسازیم برای وقتایی که گاز قطعه. ممنون میشم اگه لایک کنید. چنل ما حتما ساب داشته باشید. خدافظ.